شما بیاید در همین استادیوم 500,000 است 200,000 100,000 مردم جمع میشود با سوال همین 100,000 مردم عادی سوال جواب کنید. ما یک پیشنهاد داشتم همینجا پیش از همین گویم. پیشنهاد البته به رحمانوف که ما تمامی خرج و مصرف های را که در روسیه می شود ما آماده هستیم دیلخو استادیوم الان مادیون های فوتبالی که در روسیه مسکو است شهر مسکو است ما انا همینا رو اجاره گیریم و چند هزار نفری که در همونجا جمع می شود ما ان همین نفرها رو به همین استادیوم دعوت میکنیم و شما بیاید در همین استادیوم 500,000 است 200,000 100,000 مردم جمع می شود با سوال همین 100,000 مردم عادی سوال جواب کنید. 3 ساعت 5 ساعت وقتی خودتون رو در این سفر اجازه گیرید از خوجه خارجیتون بیاید به مردم چیکار کنید هم صحبت شوید که مهاجران و شما بسیار گفتنی دارند جناب رحمانوف امام علی شریفویچ و شما بسیار مردم گفتنی دارند و از نظام شما مردم بسیار خسته شده جناب رحمانوف و این خرج و مصرف ها رو تجارهایی که در روسیه هستن به عهده میگیرن و شما یک جرأت کوچکی را داشته باشید 3 ساعت وقتی خودتون رو به مردم مهاجره که این همه کر و فر و این همه دزدی و غارت از جیب این مردم است و این تمام اقتصاد کشور را این مردم مهاجر میچرخانند و 7 داماد دختر بگونیت را این مهاجران میخورانند میپوشانند و این قدر میلیاردها در حساب دختران بگونیت آمدگی است و در صورت حساب‌های خارجی از حساب مهاجران مهنتی هستند. این پیشنهاد را بگیرید و این با این مهاجرانی که کفیلی همه داود از دستگاه دختر و دامادهای بیشرف و بیناموس هستند و توی بیناموس را با این شکمی دم میخورانند میپوشانند با این همه کر و فرد میکنه این گریم ها استراحت میکنه این واهمت از حساب این مهاجرین است که یک مهاجر 5 نفر مردم رو در داخل داشته خورانده و پوشانده ایستادن. آنها خواهش دارن که تو بیا در میدان فوتبالی که در اونجا هست در استادیوم ها کدام استادیوم را بخوای ما این استادیوم رو اجاره میکنیم پولش خودمون میدیم تو تنها بیا در اونجا 4 ساعت 5 ساعت با مردم بشی صحبت کن افسانه نخوام با مردم بشین درها بگید چی سوال دارید با من انا همین رگو افسانه نخوام ورقات بگی پرتو در اونجا ما میدونیم ورقات کی مینویسن تو عقل سواد و دانش نداری بیا با مردم سوال جواب کن جناب امام علی شریفش رحمانویچ نواسه رحمان چقر بیا بشین با مردم سوال و جواب کن در کدام استادیومی که تو خواهی در مسکو مردم برای تو آماده هستن چیکار کنن گیرن جای و 500,000 میشن 100,000 200,000 مردم در اونجا میاین با تو سوال جواب میکنن. حتما خواهش شدید که مردم با توی دیکتاتور با توی ظالمی بیشرفی بیناموس چی خواهند گفت. این را پیشنهاد را بگیر. اگر مردی جرأت داری تو جرأت نداری عزت اما وقتی دعوت کرد که بیا با ما وا بخور مهاجران با تو سال دارن تو از بیشرفی و بیناموسیت عزت اما را 10 میلیون دلار داده از مسکو دوزیده به تاجیکستان آوردی و در زندانت شکنجه میکنی میکشی. تو بیناموسی بیشرفی امام علی رحمان تو اگر ناموس داشته باشی وجدان داشته باشی بیار با مهاجرین روبرو بیست مردم با تو سال دارن بیا به مثل پرزیدنت قرقیزستان با مردم در واروخ صحبت کن. حالا من میمونم که مردم در واروخ چقدر کشته شدگی هستند. تو اگر ناموس داشته باشی وجدان داشته باشی یک هفته میگذرد از کشتن مردم در واروخ تو حال صدایت نمیبره تعزیه به خودت اجازه نمیدی با این کبر و غرورت که آمده با مردم تعزیه بیان کنی. مرگ به تو بر این امام علی رحمان انسان ها